سلام، من امروز با یه ماشین زمان به اینجا اومدم بهت بگم که اگه حتی انتخاب رشته هم کردی و جایی هم ثبت نام کردی، زمان رو به عقب برگردونی و بهتر تصمیم بگیری. خیلی از اونایی که به اشتباه یا بدون شناخت وارد رشته‌های نظری میشن، اگه میتونستن یه چیزی به اونایی که تازه میخوان انتخاب رشته بکنن بگن، قطعاً میگفتن نرو، تو هم مثل من نمیتونی دووم. اگه میخوای تو هم به این حال و روز نیفتی، دو تا کارو باید انجام بدی: انتخاب رشته درست و انتخاب درست محل تحصیل. وقتی صحبت از محل تحصیل میشه، سوالی که پیش میاد اینه که یه محل تحصیل خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ 1. استفاده از روش‌های جدید و خلاقانه برای تدریس. 2. رشته‌های متنوع و تخصصی. 3. تجهیزات و فناوری پیشرفته. 4. کادر آموزشی متخصص. 5. محیط صمیمی. 6. اهمیت به مهارت‌های اجتماعی و 7. تعهد به موفقیت دانش آموزان. و اما گفتم یکی از نکات خیلی مهمی که هست انتخاب رشته درسته. ما تو سرب 3 تا رشته جذاب داریم: رشته شبکه و نرم افزار، پویانمایی و فوتوگرافیک. خلاصه که تا دیر نشده و این ماشین زمان اینجاست، میتونید از این فرصت استفاده بکنید و یه انتخاب هوشمندانه بکنید.